سلام دوستان، امروز یکی از کارخانجات تولید بتون آماده رفته این تا از نزدیک شاهد مراحل تولید بتون آماده باشیم. شن و ماسه‌ای که از معادن شن و ماسه توسط کامیون‌های مخصوص به این کارخانه آمده در این محفظه ریخته می شود و این محفظه که مشاهده می کنید دارای دریچه‌هایی در زیر است که هنگام تولید بتون آماده شن و ماسه را به این تسمه‌ها منتقل می کند و این تسمه‌ها شن و ماسه را به قسمت بالای بچین که محفظه‌ای می باشد انتقال می دهد و در این محفظه شن و ماسه همراه با سیمونی که قبلا از کارخانه سیمون اومده و در این سیلوها تعبیه شده است توسط لوله‌ای به محفظه که شن و ماسه در آن هست منتقل می کند و بتونی که در این مراحل تولید می شود با توجه به عیاری که مشتری داده است فرق می کند. حالا به قسمت بالا تا از نزدیک شاهدی مراحل در این کارخانه کلیه مراحل به صورت دیجیتال و کامپیوتری انجام می شود. البته یک اپراتور هم می تواند این کار را انجام دهد. در این محفظه که شاهد هستیم سیمان و همراه با شن و ماسه و آب قاطی می گردد. حالا با اتاقه که برچینگ رفته ایم و این کامپیوتر که می بینید با این کلیدایی که در آن تعبیه شده است کلیه مراحل را انجام، یکی آب را اضافه می‌کنه، یکی شن و ماسه و سیمان و سایر افزودنی‌هایی که سفارش داده‌اند با آن اضافه می‌گردد. در نتیجه می‌توان وزن و عیار را به آن داد و صورت اتومات تولید شود و یک اپراتور این کارا را انجام دهد. قبلا بتون آماده شن و ماسه و سیمان را به میکسر منتقل میکردن و آب به آن اضافه میکردن، اما امروزه در این محفظه شن و ماسه و سیمان همراه با آب قاطی شده بتون آماده تولید میکردد و به اثری که این دریچه به میکسر منتقل میگردد تا به مناطقی که مشتریان سفارش داده‌اند حمل گردد. امیدوارم از این ویدیو رضایت کامل را داشته باشید.